حافظ ابن رجب رحمت الله علیه در کتاب فتح الباری خود گفتند که وقال البخاری کفر دون کفرین. امام بخاری هم این گپ گفتند، کفر دون کفر. او در ابتدا در باب گفتند که ما الان در صدد شرح سخن امام بخاری هستیم، چون که امام بخاری در ابتدای باب گفتند که باب درباره کافر شدن به شوهر و کفر دون الکفر گفتند، کفری که پایانتر از کفر است. و قال البخاری کفر دون کفر. امام بخاری گفت که کفر دون الکفر و الکفر قد یطلق و یراد به الکفر الذي لا ينقل عن المله. بعد حافظ ابن رجب گفتند که کفر گاه اطلاق کرده می شود و مراد غیر کفری که از ملت اسلام انسان را نقل می کند به ملت کفر، نه، مثل کفران العشیر، مانند کافر شدن به شوهر، و نحوه عند الاطلاق، و مانند این در وقت اطلاق کردن کلمه کفر. فاما این ورد الکفر مقیدا بشیء فلا اشکال فی ذلك. اما اگر کفر مقید بیاد، مطلق نیو، مطلق همین که فلان کافر فلان عمل کسی کند کافری مطلق است، اما مقید آیت مشکلی ندارد، معلوم است که او کفر منقل از اسلام نیست، مانند قول الله تعالی که فکفرت بانعم الله، به نعمت های الله تعالی کافر شدند. بعد از آن امام بخاری ببینید، امام بخاری گفتند که باب کفران العشیر، باب درباره کافر شدن به شوهر و کفری که پایانتر از کفر است. گفتند که در این باره باز حدیث ابو سعید خدری هم هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند. این همش سخن بخاری است. بعد از آن حدیث 29 را روایت میکنند که این حدیث اثبات سخن بخاری هست، یعنی درباره کافر شدن به شوهر و کفری که پایانتر از کفر حقیقی است، درباره این کفر حدیث دلیل میکنند.